سلام دوستان، روزتون بخیر باشه. امروز میخوام مجددا ادامه درس برق صنعتی رو در واقع در جلسه دومش خدمتتون توضیح بدم. بریم سراغ درس مستقیما. خب من از این کلید دستی شروع میکنم خدمتتون. این کلید دستی بچه‌ها کلید دستی صنعتی هست که اطلاعات و مشخصاتش روی این جدول روش هست. همیشه این اطلاعاتش که این چند آمپر این کلید و یا چند ولته روش هست. 500 ولت تا 15 آمپر هم جواب میده. حالا زمانی که ما میخوایم به کلیدهای دستی برق رو وصل کنیم بچه‌ها، شماره 1 و 3 و 5 ورودی ها هستن. 1 3 5 پیچ شماره 1 3 5 ورودی هستن. پیچ شماره 2 4 و 6 خروجی هستند. پس این مد نظرتون باشه، میتونین این شماره ها رو همیشه داشته باشین که شماره های 1 3 5 ورودی، 2 4 و 6 خروجی. این یکی هم که در این پایین می‌بینی این مال ارته، پیچ ارته که میاد به بدنه وصل میشه، پیچ ارتش هست. خب بیایم روی یک کنتاکتور من یه توضیحاتی بدم. ببینید شکل ظاهری یک کنتاکتور رو من براتون اینجا آماده کردم. ببینید این یک شکل کنتاکتور چینی هستش، این هم برندش ساسین هستش. این کنتاکتور دیگه که خدمتتون در واقع نشون میدم این آلمانی هستش، حالا تحت لیسانس در هر حال. درست شد؟ این طرح آلمانیه، کنتاکتور با دوومیه ولی کمه تو بازار زمینش. من شکل کنتاکتور رو اینجا براتون رسم کردم. یه کنتاکتور حالا معمولی، حالا مثل همین کنتاکتور خودمون که برند ساسین اگه بگیم باشه. ببینید روی کنتاکتور بچه‌ها پیچ های متفاوتی وجود داره. A1 A2 L1 L2 L3 NO T1 T2 T3 و NO. خب من تک تک اینها رو میگم. ببینین A1 همیشه ورودی فاز هستش. A1 ورودی فاز هستش برای تغذیه خود کنتاکتور. ورودی فاز این برای تغذیه خود کنتاکتور هست بچه‌ها. A2 این ورودی نول هست. این هم برای تغذیه خود کنتاکتور هست. درسته؟ L1 L2 L3 به عبارت شماره 1 و 3 و 5 اینها ورودی های فاز ما هستند. فاز اول، فاز دوم، فاز سوم. پس شماره L1 L2 و L3 که شماره پیچاشون هم 1 3 و 5 هستش. این میشه ورودی فاز اول. L2 ورودی فاز دوم و L3 ورودی فاز سوم که شماره هاشون هم به ترتیب این 1 این شمارش 3 هستش و این شمارش 5 هستش. خب T1 T2 T3 اینجا جای خروجی های فاز بچه ها، یعنی مستقیما میره سر تخت کلمپ موتور. T1 T2 T3 T1 T2 و T3. خب شماره این هست 2، شماره این هست 4 و شماره این هست 6. این خروجی فاز اول هست. این خروجی فاز دوم هست و این خروجی فاز سوم هست. درست شد؟ خب در این قسمت بچه ما یک
A2 دیگه این پایین داریم، این هم همون ورودی نول. فرقی نمیکنه که شما نول رو از بالا به این A2 وارد کنین یا به این وارد کنین، هیچ فرقی نمیکنه. این قسمت که عکسش رو براتون کشیدم جاییه که شما کمکی کنتاکتور رو نصب میکنین. من یک کنتاکتور الان خدمتتون نشون میدم که کمکی بهش وصله. ببینید این کنتاکتور الان کمکی داره، کمکی بهش وصله. همین کنتاکتور نگاه کنید بدون کمکی این شکلیه. ببین کنتاکتور بدون کمکی، این کنتاکتور با کمکی. کمکی ها بچه به ما در واقع یاری میرسونن که ما بتونیم مقدار بیشتری در واقع از تیغه های باز و بسته استفاده بکنیم. به خاطر اینکه تایم ویدیو طولانی نشه این کلیپ رو همینجا تموم میکنم خدمتتون. باز جلسه آموزشی بعدی مجددا نکته جدید و مطالب جدید رو خدمتتون اعلام میکنم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.